پیغمبر میگه دیوس داخل جنت نمی شود اگرچند که نماز روزه بسیار هم که داشته باشد. البته مردی که اگر پیش راه زن خچه گرفته نتواند، وقتی مردی که اگر حکمی او در زنش نگذرد، مردی که اگر باز میداند که زن او این چنین فاحشه است با او زندگی میکند، این دیوس است. زنی که با چنین کارهای ناشایان دست زده و بعد به چیزهایی که برای هر یک انسان مقدسند قسم میخورد، مثل قرآن، خدا، سیوم به فرزندهای خود، عاقبت این زن عاقبت هم ندارد. وقتی زنی که خود بدکردار باشد و بعدا باز قسم به این چیزهای مقدس بخورد، برای ما و شما این قرآن مقدس است. برای زن فاحشه قرآن و خدا و مسجد هیچ قدری ندارد. برای همین این عاقبت هم ندارن. آخه عاقبت اینا برای خود اینا معلوم است خودش.